یکی از مرموزترین جاسوس‌های تاریخ، مردی که به مدت 7 سال در شمایل یک چوپان خودشو به کرولالی زد و بین مردم منطقه مسجد سلیمان زندگی کرد، منطقه نفتخیز. این مرد شیاد که مستر جیکاک نام داشت، بعد از اینکه زبان، اعتقاد و فرهنگ ایل بختیاری رو یاد گرفت، به حرف اومد و باز شدن زبونشو معجزه نامید. جیکاک خودشو سید معرفی کرده بود. یه عصای خیلی معروف داشت که وقتی به سمت کفشاش اشاره میکرد کفشاش جفت میشدن، چون ته عصاش و جفت کفشاش آهنربا بود و خب این یکی دیگه از معجزاتش بود. عصاش یه کار دیگه هم میکرد، یه شوک الکتریکی ضعیف میداد و به مردم گفته بود که عصاش حرومزاده ها رو تشخیص میده و خب هر کسی که میخواست از کارش سر در بیاره و باهاش لج میافتاد، با عصاش بهش شوک الکتریکی وارد میکرد. این آدم زرنگ مأمور سازمان اطلاعاتی اینتلیجنس سرویس انگلیس بود که سالها در مناطق جنوبی کشور به جاسوسی و اجرای برنامه‌های انگلیس پرداخت. سید جیکاک 2 مأموریت اصلی داشت: 1 جلوگیری از ملی شدن نفت، 2 کمک به بقای استعمار انگلیس در ایران، به ویژه در مناطق نفتی. جیکاک یه شعر معروف هم داشت که بین مردم ساده لوح میخوند: تو که مهر علی من دلته، نفت ملی سی چنته.